جنازه عزت الله لطیپوف، مرزبانی که در حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد جان باخت، صبح 7 نوامبر در مسجد محله قزاقان شهر دوشنبه دایر شد. جسد او را در آرامگاه همین محله به خاک سپردند. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. عزت الله 25 سال داشت و صاحب رتبه پراپورشک بود. به گفته نزدیکانش وی بعد از انجام خدمت حتمی حربی همچون افسر قرارداده در قسم مرزبانی سلطان آباد کار میکرد. پدر مرزبانی کشته شده میگوید پسرش 3 روز قبل به خانه آمده بود و 5 ساعت قبل از حادثه با او تلفنی صحبت داشت. آتا گفت من رفتستم. آتا گفتم تو چی 3 روز رفتستی؟ خیر رفتی؟ گفتم سفر نیک امانت عند الله. ترى وقت سعادت یاد گویی با بچه‌ها وای آوردیان دو فرزندای مردم آوردین از 3-4 کس اونها را تربیت کردن نکن وای داریم انا قسم یاد میکنن گفت همو وای کردن نکن میری تشکیل کردن نکن میره ما بر وقت برم در کار موجم مهمان دارم گفت. ابوبکر لطیپوف میگوید خودی او از آغاز آرزو داشت که پسرش افسر شود و بعد ادای خدمت او را راهنمایی کرد تا از دوره آموزشی افسری گذرد. انا که در همین اسنا از همون روزی که این بچه من تعییناتی همونجا شد این از سپاری 5 سال شد که در همونجا ادای خدمت مادر وطن کرد ایستاده است و امروز که با ضروری زمان با این چیزهایی که ناخوشی روی داد در اون منطقه اون جای خدمت پسری من انا فرزند من قهرمانانه هلاک شد. ما از این مرگی مفاجا جوان مرد ما فخر میکنیم که عزت الله لطیپوف در خانه روحانی بزرگ شده و به گفته همسایه هایش قاری قرآن هم بود. مقصد از وی قهرمان رفتار کرد برای مادر وطنش هم خدمت کرد. زنگ میزدم میگفتم مکت مقصد چطور کردی؟ میگفت برای چیکار خدمت مادر وطن کردیسم. میگفتم چیکار کنم؟ میگفت برام ترام میگم بودم مقصد رنگ نوان کلی مردم آور یا خدمت. خیلی نبود در نصیب تقدیرش بدهید نه شهید شد. مقصد قهرمان رفتار کرد. خیلی خدمت جاش جنت. حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد واقع در ناحیه رودکی بنا به خبر نهادهای انتظامی و امنیتی ساعت 3:23 صبح 6 نوامبر صورت گرفت و در آن 17 نفر از جمله یک مرزبان و یک کارمند میلیسا کشته شدند. مولا رجب یوسفی امرالدین عالیموف، آزادی دوشنبه.